نمیدونم بگم سلام روم نمیشه. نمیدونم واقعا اصلا موندم چیکار کنم. من یه چیزی رو مونده تو دلم بگم. الان اینی که میبینین یه ویدیو قبلی بود دیدین، فکر میکنم دیده باشین. تا اون حدی که دیدین بدن اون جوری بود. نمیدونم حالا روزمون بهتر از امروز بود. هرچی بود بهتر از امروز بود. باورتون نمیشه، شاید بگم در حد 5 کیلو 6 کیلو کم کردم. نه باشگاه آنچنان بینیم، مثلا حال و حوصله نداریم کاری انجام بدیم. فقط این که بعضی روزا خیلی فشار میاره، میریم که تخلیه کنیم خودمون رو. به خدا اصلا نمیدونیم چی کار میکنیم. ما نسلی بودی که همه میگفتن آقا ما نسل سوخته بودیم تهش هست، شما زندگی کنیم. ولی خب ما الان اون چیزایی که میگید ما نداشتیم الان ما داریم، همون هم ما الان دیگه نداریم.